سلام، با ویدیو آموزشی نحوه ورود به سی پنل از طریق سی پنل آیدی با شما همراه هستیم. همونطور که در جریان هستین و در آموزش نحوه ورود به سی پنل هم به شما آموزش دادیم، برای ورود به سی پنل هر مرتبه باید نام کاربری و رمز عبورتون رو وارد کنید و بر روی دکمه لاگ این کلیک کنید تا بتونید وارد هاست سی پنل بشید. با این حال یه ویژگی جدیدی داخل سی پنل اضافه شده که به شما اجازه میده بدون اینکه هر مرتبه نام کاربری و رمز عبورتون رو وارد کنین توسط یه احراز هویت خارجی و با فشردن یه دکمه به راحتی وارد هاست سی پنل بشید. این یکی از حرفه‌ای ترین و جدیدترین ویژگی های سی پنل هستش که شما میتونید اون رو فعال و استفاده کنید. سی پنل آیدی یه ویژگی هستش که مرورگر کامپیوتر رو به کنترل پنل هاست متصل میکنه و هر مرتبه جهت ورود به هاست سی پنل آیدی شما رو احراز هویت میکنه و شما رو مستقیما وارد هاست میکنه. در واقع این قابلیت هاست سی پنل شما رو به سیستم پشتیبانی و فروش شرکت سازنده سی پنل متصل میکنه تا هر مرتبه به کمک سیستم های شرکت سی پنل این احراز هویت برای شما انجام بشه. در این ویدیو آموزشی به شما نشون میدیم که چطور سی پنل آیدی خودتون رو دریافت کنید، هاست سی پنل خودتون رو به سی پنل آیدی متصل کنید و از طریق سی پنل آیدی وارد هاست سی پنل و وب میل هاستتون بشین. خیلی خوب، چطوری میتونیم به ساده ترین شکل ممکن سی پنل آیدی خودمون رو دریافت و تنظیم کنیم تا بتونیم توسط اون مطابق تصویر وارد وب میل سی پنل بشیم و ایمیل هامون رو چک کنیم یا از طریق سی پنل آیدی مطابق تصویر بدون وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد کنترل پنل هاستمون بشیم و وبسایتمون رو مدیریت کنیم. و اما چطوری میتونیم سی پنل آیدی خودمون رو دریافت کنیم و ازش استفاده کنیم؟ نگران نباشید، ما تمام مراحل انجام این کار رو بهتون آموزش میدیم. لطفاً در ابتدا صفحه ورود به سی پنل هاستتون رو باز کنید. ما برای ورود به سی پنل دامنمون آدرس https://mizbanfatv.ir/2083 رو در مرورگر وارد میکنیم. مطابق تصویر تکست باکس یوزرنیم و پسورد رو مشاهده میکنین و همچنین در پایین تکست باکس ها دکمه آبی رنگ لاگ این رو مشاهده میکنید. خیلی خوب، حالا کمی اسکرول رو به پایین بیارین تا دکمه نارنجی رنگ لاگ این و یا سی پنل آیدی رو مشاهده کنید. حالا شما باید روی این دکمه کلیک کنید تا مطابق تصویر صفحه ورود به سی پنل آیدی رو مشاهده کنید. حالا شما اگه از قبل داخل سیستم پشتیبانی یا فروش شرکت سی پنل ثبت نام کردین، باید آدرس ایمیل و رمز عبور خودتون رو وارد کنین و بر روی دکمه لاگ این کلیک کنین تا وارد قسمت مدیریت سی پنل آیدی ها بشین. ولی اگه از قبل اکانت ایجاد نکردین و حالا تصمیم گرفتین که تازه داخل وبسایت شرکت سی پنل ثبت نام کنید، بر روی دکمه Create New Account کلیک کنید تا وارد صفحه سی پنل کاستومر پورتال بشین. خیلی خوب، حالا آدرس ایمیلتون رو تو فیلد Your Email Address وارد کنین و بعدش بر روی دکمه Send Password کلیک کنید. حالا کاستومر پورتال سی پنل برای شما یه ایمیل ارسال میکنه که میتونین وارد اون ایمیل بشین و بر روی لینک فعالسازی اکانت کلیک کنید. وقتی روی این لینک کلیک میکنین دوباره به کاستومر پورتال سی پنل برگردونده میشین. حالا داخل فیلد نیو پسورد رمز عبور مورد نظرتون رو جهت عضویت در سایت سی پنل وارد کنید و داخل فیلد وریفای پسورد هم رمز عبوری که داخل فیلد بالا وارد کرده بودین رو مجددا تکرار کنید. همچنین میتونید روی دکمه جنریتور کلیک کنین تا سیستم برای شما یه رمز عبور مطمئن در نظر بگیره. حالا شما میتونین این پسورد رو مطابق تصویر از اینجا کپی کنین و یه جای امن ذخیرش کنین و گزینه I have copied this password in a safe place رو تیک دار کنید و بر روی دکمه Use Password کلیک کنید. سپس بر روی دکمه Change کلیک کنید. حالا پیغام پسورد ریست رو مشاهده میکنین و بعد از 3 ثانیه به صورت خودکار به صفحه ورود به سی پنل برگردونده میشین. خیلی خوب، آدرس ایمیل و رمز عبورتون رو وارد کنید و چک باکس Remember Me رو تیک دار کنید و بر روی دکمه لاگین کلیک کنید.
خیلی خوب، حالا ما داخل دسکتاپ کاستومر پورتال سی پنل هستیم. با این صفحه کاری نداشته باشیم و مجددا به صفحه ورود به سی پنل سایتتون بیاین. مثلا ما تو اینجا آدرس https://mizbanfatv.ir/2083 رو وارد میکنیم تا صفحه ورود به سی پنل رو مشاهده کنیم. حالا مجددا بر روی دکمه نارنجی رنگ لاگ این با یا سی پنل آیدی کلیک کنین تا مطابق تصویر وارد رابط کاربری سی پنل آیدی بشین. خیلی خوب، حالا داخل فیلد ایمیل ادرس آدرس ایمیل خودتون رو که داخل مرحله قبل باهاش ثبت نام انجام دادین رو وارد کنین و داخل فیلد پسورد رمز عبوری رو که داخل مرحله قبل باهاش داخل سایت سی پنل ثبت نام کردین و قرار شد اون رو داخل یه محل امن نگه دارید رو وارد کنید. سپس گزینه Remember me on this computer رو تیک دار کنید و بر روی دکمه لاگ این کلیک کنید. خیلی خوب، حالا سی پنل آیدی اطلاعات شما رو نمایش میده و شما میتونین بر روی دکمه Approve Always کلیک کنین تا همیشه این کامپیوتر با این مرورگر بتونه توسط سی پنل آیدی وارد هاست شما بشه. حالا شما هم مطابق تصویر این پیغام توسی رنگ رو مشاهده میکنید که این به این معناست که تمام مراحل با موفقیت انجام شده. خیلی خوب، حالا اگه شما بخواین سی پنل آیدی اکانت هایی رو که برای سی پنل شما ایجاد شده و به هاست شما متصل هستش رو مشاهده کنین، میتونین نام کاربری و رمز عبور ورود به هاستتون رو وارد کنین و بر روی دکمه لاگ این کلیک کنین و حالا برای مدیریت سی پنل آیدی های ایجاد شده بر روی نام کاربری هاستتون از اون بالا کلیک کنید و سپس بر روی پسورد اند سکیوریتی کلیک کنین و تو این صفحه اسکرول رو یه مقدار به پایین بکشین تا به قسمت سی پنل آیدی ها برسین. تو اینجا میتونین اکانت های سی پنل آیدی ایجاد شده رو مشاهده کنین و از طریق کلیک کردن بر روی دکمه قرمز رنگ آن لینک اکانت اتصالات سی پنل آیدی به هاستتون رو قطع کنید. حالا برای اینکه مطمئن بشین مرورگر ما به شکل صحیح به هاست متصل شده و سی پنل آیدی فعال شده، مجددا آدرس https://mizbanfatv.ir/2083 رو داخل همون مرورگری که باهاش مراحل رو انجام دادیم وارد میکنیم تا صفحه ورود به سی پنل رو مشاهده کنیم و حالا اسکرول رو پایین میاریم و بر روی دکمه لاگین با یا سی پنل آیدی کلیک میکنیم. همونطور که میبینید بدون وارد کردن یوزرنیم و پسورد به راحتی وارد سی پنل هاستمون شدیم. نکته بسیار مهمی که شما باید بهش دقت کنین اینه که وقتی سی پنل آیدی رو برای یک کامپیوتر فعال میکنین، اون کامپیوتر همواره میتونه بدون وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد هاست شما بشه و به تمام محتویات هاست شما و اطلاعات سایت شما دسترسی داشته باشه. پس حتما دقت کنید که به هیچ عنوان ویژگی سی پنل آیدی رو تو کامپیوترهایی که به امنیت اونا اطمینان ندارین فعال نکنید و اگر زمانی هم یه مشکلی داخل سایت شما پیش اومد و به کسی دسترسی دادین تا وارد هاست شما بشه و مشکل رو برطرف کنه، پس از رفع مشکل علاوه بر اینکه رمز عبور ورود به هاستتون رو باید تغییر بدین، حتما باید از طریق گزینه پسورد اند سکیوریتی سی پنل آیدی های مجاز که به هاست شما متصل هستن رو بررسی کنین و اگه یه اکانت سی پنل آیدی مشکوک دیدین حتما اون رو حذف کنید. داخل ویدیو آموزشی بعدی وارد سی پنل میشیم و به معرفی تمام قسمت‌های هاست سی پنل و کاربرد تمام ابزارهای موجود در سی پنل میپردازیم. پس با ما همراه باشید و برای مشاهده آموزش‌های بیشتر در مورد سی پنل که یکی از محبوب‌ترین کنترل پنل‌های مدیریت هاست محسوب میشه، لطفاً به وبسایت www.mizbanfa.net مراجعه کنید یا اینکه ما رو داخل توییتر دنبال کنید و از تمام آموزش‌های ما به صورت رایگان استفاده کنید. از شما به خاطر مشاهده این ویدیو سپاسگزاریم.